همین میزان که سید علی خامنه ای نیروی نظامی تربیت کرده برای حمایت از امام زمان، همین میزان برای ما سید علی کافیه که از نیروی سید علی استفاده بکنیم برای حمایت امام زمان. مگه تو امام زمانی نیستی؟ بذار امام زمان بیاد و اون موقع اگر حکومت در مقابلش ایستاد تو از این حکومت حمایت نکن. اما امروز که این حکومت پرچم حمایت از امام زمان رو بلند کرده، همین دل صهیونیسم رو میلرزونه، همین دل یهود رو میلرزونه. تا مادامی که امام زمان نیومده و مشخص نشده که حکومت باشه، ما از این حکومت دفاع میکنیم، حتی شده به شکممون سنگ میبندیم و با تمام مشکلات اقتصادی صبر میکنیم و پای کار این حکومت میمونیم، چون حکومت به اسم حمایت از امام زمان پرچم بلند کرده. صبر کنید تا امام زمانتون بیاد. مثل این میمونه که عده‌ای بگن اگر امام حسین اومد در کربلا ما میریم و ازش حمایت میکنیم. همین صدا اگر در کوفه میپیچید، عمر سعد جرأت نمیکرد سر حسین رو ببره. همین صدا اگر در کوفه میپیچید، یزید جرأت نمیکرد جلوی امام حسین رو بگیره، چون صدا قبل از ظهور حسین شنیده نشد، سر حسین بریده شد. امروز از توی بچه شیعه وقتی صدای لبیک امام زمان بلند نشه، وقتی صدای یاری امام زمان بلند نشه، قبل از اومدن امام زمان سرش بریده میشه. اما اگر امروز تو فریاد بزنی که یار امام زمانی و قراره خونت رو در رکاب امام زمان هدیه کنی، هیچ کس جرأت بستن راه حسین جدید رو نخواهد داشت. صحنه رو خالی نکن.